طبیعی است که در زمان معاصر تکنولوژی با سرعت کیهانی پیش می رود و این کار انسان ها را باز هم ساده تر می کند. ولی هر چقدر که تکنولوژی زیاد شد به همین اندازه می تواند که به طبیعت تاثیرگذار باشد. ولی میگویند که عالمان باز راه حل این را پیدا کردند و به اقتصادی سبز رو آورده ایستادند. تاجیکستان نیز یکی از کشورهای تشبثکار در این سمت است و علاقه برای عملی کردن این برنامه چاره‌های خیلی زیاد اندیشیده ایستاده است. خاصتا در شهر دوشنبه شرکت اکی اوستا به استحصال الکتروبوس ها دست زده است و دوستان عزیز آمدیم که در برنامه امروز میگویند که جریان کار را به شما نشان دهیم و درباره الکتروبوس ها برای شما معلوماتی مکمل دهیم. رفتیم. خوب است. دوستان عزیز، یکی از کارمندان موفق کارگاه شرکت اکی اوستا سهراب شرینوف امروز در برنامه ما را همراهی میکنند و اطراف همین کارخانه، اطراف الکتروبوس ها برای ما معلومات مکمل خواهند داد. شما خوب هستید؟ خب از کجا شروع میکنیم؟ بعد یک اول معلومات مقدمه‌ای چیه درباره خط نوی استحصالی کارخانه هاتون؟ ما اگر از تاریخ بگیریم ما سال 2018 با مقصدی بندوبست و استحصال اتوبوس‌های زمانوی کار را شروع کردیم و از همان سال ما تا این جانب برای شهر دوشنبه 410 عدد اتوبوس تامین کردیم و برای شهر باختر 41 عدد. یعنی در عموم قریب 450 عدد اتوبوس استحصال کردیم. علاقه برای تاجیکستان البته استحصال کردیم. خب برنامه الکتروبوس ها از کجا پیدا شد؟ کی شروع کردید به استحصال الکتروبوس ها؟ میبینم که مثلا اتوبوس های دیزلی دیگر اینجا استحصال نمیشوند. البته این برنامه به واسطه با دستگیری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امانی رحمان راه اندازی شد و این پیدایش این برنامه خصوصا از پیام محترم جناب عالی پیدا شد که این در اون پیام ذکر کردن که باید ما از استفاده از برق خود استفاده بری کنیم، از اقتصادی سبز رو آوریم، اقتصاد سبز، انرژی سبز رو استفاده برده و گزارش به نقلیات برقی کنیم که این ما رو از صادرات نفت و گاز آزاد میکنه. از همین سبب با در برابر این وزارت نقلیات برنامه رشد نقلیات برقی رو راه اندازی کردند که آن با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید و در برابر این باز با قرار رئیس شهر دوشنبه به تصویب رسید که آن برای استفاده اتوبوس‌های برقی و دیگر وسایل نقلیات برقی برای نقلیات جمعیتی مساعدت کرد. خب خط استحصالی رو برای ما میتوانید یک بار شرح دهید که از کجا شروع می شود؟ خط استحصالی ما اول از آماده سازی پروفیل ها تشکیل می یابد و بعد از آن بعد آماده ساختن پروفیل ها آنها به خط کفشرگری شروع می کنند و بعد از خطش کفشرگری بعد به خط طرح‌رنگمالی آمده، بعد از خط طرح‌رنگمالی قسم های بیرونی اتوبوس نصب کرده میشن و بعد از آن قسمی رنگ و بارتون میگذارند. حاضر ما در خط کدام بخش قرار داره؟ این خط آماده سازی برای طرح‌رنگمالی اتوبوس می باشد. بعد از آنه که قالب ساخته می شود به اینجا می فرستند. البته می توانید به ما نشان دهید از کجا شروع می شود این خط از همینجا شروع میشه. خطی آماده سازی برای طرح‌رنگمالی از همینجا شروع میشه. در اینجا ما میتونیم ببینیم که اتوبوس قالبش قریب پورا آماده می باشد. این علاقه برای طرح‌رنگمالی آماده است و قسمت طرح‌رنگمالی میگذارد. بله. خب اینجا کارمندانی مخصوص هستند که برای رنگ کردن فقط قالب رو رنگ میکنن، نه مثلا همون پروفیل هایی که اینجا پیوست شدگان به هم یک قالب اتوبوس رو علاقه تشکیل میده. این یکم قسمت طرح‌رنگمالی این پیش از رنگ بور است. این رنگ بور نیست، این برای حمایه همین متال های اتوبوس از کروزی از زنگ نزدن این حمایه میکند ما را. اینجا علاقه پیش از آن قسم های دیگری از دیگر قالب در اینجا کفشرگری میشن، بعد از اون به قسمت طرح‌رنگمالی میدارن. چند ما داخلش داره؟ خطرناک نیست؟ یعنی
از کدام طرف از همجا میشود. این بخشی هست که در قسمت اول همین گونه میسازن اینجا رو. اول قالب آماده میشه و این قسمت متالی که هست اینها در این نصب میشن در این قسمت و بعد از اون با این قسمت آماده ترانه‌ای شروع میشه. این اتوبوس برقی است نه؟ البته این اتوبوس برقی است. حجمش چقدر است؟ حجمش درازی این اتوبوس 12 متر میباشه. 12 متر. و چند جای نشست داره؟ گنجایش مسافران در عموم 97 نفر و جای نشست 37 عدد. 37 عدد. گنجایش چقدر است؟ گنجایش این در عموم 97 عدد برای 97 مسافر پیش بینی شده است و جای نشست 37 عدد. 37 عدد. خب میتونه قسمتش رو با ما وایت کنید. اینجا علاقه محرکش فرق میکند از محرک‌های اتوبوس‌های دیزلی؟ البته چطور می‌بینید در این قسمت بیشتر اینجا قسمتی محرک بود. محرک و متحرک بود و از حسابی که محرک نیست در این قسمت جای نشست نصب کرده می شود و محرک اساس در اینجا جایگیر می شود. چگونه از محرکی اتوبوس‌های برقی و اتوبوس‌های دیزلی؟ یکمش محرک برقی می باشد و محرک درونسوز نمی باشد. از همین حساب از استفاده از قوای برق میکنند که قوای برق رو باتری ها تامین مینمایند. قسمت اساسی آنها در بالای اتوبوس نصب میشن و یک چند قسمت آنها در کفوی اتوبوس. در همینجا این قسمت است. باری گرانتر ندارد نه؟ مثلا محرکش خردتر است نسبت به اتوبوس‌های دیزلی. باتری ها وزن‌تر هستند ولی از حسابی که قوای برق رو استفاده می‌برند و قوای برق برای تاجیکستان خیلی ارزان است، از همین حساب این فعالیت این در خط ارزان‌تر میشه نسبت به اتوبوس سوسوی دیزلی. تفاوتش چی است؟ فرق اساسی این اساس جای گشاد است، گشادتر باشد از حسابی که محرک نیست در داخل اتوبوس و دیگر فرقیتش نیست. اساس همه قسمت‌های دیگر است و اتوبوس دیزلی مانند است. واز کدام قسمت رو می‌بینیم بعد از اینجا؟ بعد از این قسمت تهرانگولی است. اونجا در آمدن ممکن نیست نه؟ اینجا با حرارت خیلی گرم دارد. چگونه از داخل اینجا؟ حرارتش گرم است و در این قسمت در آمدن ممکن نیست برای که موادهای کیمیاییش بسیار است و برای آن نقاب‌های مخصوص لازم است و لباس‌های مخصوص لازم است. ما لباس نیست، اجازه نیست اساساً. لباسی رسمی نداریم، لباسی مخصوص نداریم. این علاقه تهرانگولی قسمت قسمت بیرون برآمده. از همین قسمت بیرون برآمده این علاقه قسمت تهرانگولی را گذاشته است و این آماده به نصب دیگر قسمت‌های بیرون اتوبوس آماده است. در یک روز چقدر کار انجام داده می‌شود در یک اتوبوس؟ این وابسته به نقشه است. این مهندسای ما پیش از گرفتن استحصال پیش از گرفتن فرمایش آنها نقشه را آماده می‌کنند و می‌گویند که چقدر وقت می‌گیرد برای تمام استحصال اتوبوس. متخصص درباره متخصصان ارزانی که متخصصان را چگونه تیار کرده؟ اصلا تا جایی که می‌دانم این یک شرکت مشترک است با ترکیه. البته شرکت مشترک با شرکت ترکیه اکیا میباشد و در قسمت اول ما متخصصان را در ترکیه آموزش دادیم، از آموزش گذراندیم و عین زمان ما امکانیت داریم که متخصصان را در جمهوری تاجیکستان در داخل این کارخانه آموزش کرده برای کار آماده سازیم. وارد میشویم؟ اجازه است خارج خلا نمیرسه؟ بیاین. این قسمتی هست که باید قسمتی نصب و وصل دیگر تجهیزات فرشی اتوبوس مثلا قسمتی بالای البته این چوب در بالای قسمت متالی اتوبوس نصب می‌شود که این خیلی چوبی خصوصی است که با خود نمیگیره رو نمیکشد. یعنی مهلت استفادهش طولانی است. دراز است البته. اینجا فقط فرشش را درست می‌کنه؟ فرش و قسمت بیرونی اتوبوس. قسمت بیرونیش کدام است؟ چی طور می‌بینید قسمت‌های بیرونی پره از بالا سر کرده با قسمت‌های بر پس و پیش همش نصب میشن در قسمت.
همین گونه آسایسته یعنی پای در پای است. البته این قسمت ما قسمتی اگر باروسی گویم کنوه هر یک قسمت کار خودش رو داره هم کار انجام یافته با دیگر قسمت گذاشته و دیگر کس کار خودش رو ادامه کنه. هر یک قسمت علایده خود رو داره. البته هر یک قسم متخصص خود رو داره و هر یک قسم کاری مخصوص داره. اون کار رو انجام داده واسطه نقل رو به پیش میسپاره و واسطه دیگر رو قبول میکند با کار از سر شروع میکند. مهندسان از کشور خودمون هستند چگونه است؟ البته ما در این زمان 150 نفر کارمند داریم که همه آنها متخصص محلی میباشند. مهندسامون نیز متخصص محلی میباشند و آموزش کارمندان در داخل این کارخانه میگذارد. این قسمتی علاقه قسمتی رنگبار اتوبوس میباشد. این سه قسمت رنگبار اتوبوس میباشد. تمامی همون قسمت است. البته از آنجا برآمده در اومدن اجازه نیست. جمع در اومدن اجازه نیست. همینجا میتونید دیده از تلویزیون آن آینه‌های مخصوص از بیننده عزیز. اینجا هم رنگبار میکنن لباس مخصوص دارن و در برابر فضای پوشیده است. باید هوا وارد نشود، هوای بیگانه. هوای بیرون وارد نشود و هوا را تازه نگاه داشتن در ترکیه برای چنگ و غبار برای رنگ و بار کردن اتوبوس این مشکلی پیدا میکند. و رنگ همون رنگ‌ها چسبونه وقتی که رنگ‌ها تر هستن. البته این صفت رنگ رو پس میکند. ولی هر چی یک قاعده مخصوص خود رو داره. البته از روی همون فرموله‌های مخصوص عملی کرده. البته خط دیگر هست اینجا علاقه هم 3 باکس هست برای رنگ و بار کنی، آماده سازی رنگ و بار کنی. 3 اتوبوس رو اینجا رنگ و بار میکنه. البته بعد از اون به خط بند و بست میگذاره. اینجا از علاقه رنگ کرده. همین گونه رنگ‌های سبز و سیاه در این داخل میشود. البته بعد از اون قسمت فرش اتوبوس نصب میشود که اون با روپوش‌های مخصوص هست. با روپوش‌های مخصوص این در فرش اتوبوس نصب میشود و بعد از اون قسم هر یک قسم نصب خود را داره، تجهیزات خود را داره که آنها قسم با دستگاه‌های مخصوص میشود. البته قالب یعنی فرش‌ها و هر یک قالب رو که می‌کنن البته قالب‌ها علاقه قالب‌هایشون هستند از روی قالب بریده در اتوبوس‌ها نصب می‌کنند. این قسمت ما قسمتی نصب باتری و تجهیزات خانگی‌ای اتوبوس‌ها می‌باشد. خب این دستگاه با تازگی وارد شد به کارگاه شما چگونه است؟ یا قبلا بود؟ چون باتری نه این رو ما پیشکی خودمون در اینجا نصب کردیم که کاری نصب تجهیزات خنک‌دهنده رو با ما آسان سازد. برای که تجهیزات خنک‌دهنده اتوبوس‌ها در بالای اتوبوس نصب بودند، حتی در اتوبوس‌های دیزلی این تجهیزات رو ما برای خودمون ساختیم که همین کار رو برای ما آسان کند و این چنین برای نصب باتری‌ها استفاده می‌بریم. بله. وقتی که با باتری‌ها قوه می‌دهی عموما مهلت قوه دادن چقدر است؟ از 3 تا 4 ساعت. 3 4 ساعت. این علاقه قسمتی بند و بست داخلی این علاقه قسمت بند و بست ناقل‌های اتوبوس ناقل و دیگر قسم‌های اتوبوس می‌باشند. محرک و هر چیزی که در اینجا نصب می‌کنن. البته همین خط در همین خط مرحله به مرحله نصب شده می‌رود. این خط آخران است نه؟ این خط آخران است. این خط بند و بست است که در این خط اتوبوس با پرگی آماده می‌شود. آماده می‌شود. حالا که شیشه‌هایش را در کجا می‌چسبونند؟ در همین خط. همین خط از همین خط شروع کرده علاقه نصب شده آماده می‌گیرد. متخصصان مخصوص شیشه چسبانی هستند. البته. مواد خام رو چگونه پیدا به دست می‌آورید؟ اساساً قسم‌های احتیاطی که ما وارد می‌کنیم قسم‌های احتیاطی شرکت‌های با نفوذ اروپا و ترکیه می‌باشند و عین زمان قسم‌های احتیاطی برقی از جمهوری چین دسترس می‌کنیم، از شرکت‌های پیشرفته آنها نیز دسترس می‌کنیم. خب این دستگاه کدام دستگاه است؟ این دستگاه البته این دستگاه قسمتی قفای اتوبوس میباشد، قسمتی چرخهای قفای اتوبوس میباشد و اینش قسمتی پشت اتوبوس میباشد. این در اینجا محرک اتوبوس نصب میشود. در اینجا محرک نصب میشود، قوه رو به چرخها
чархҳои ақиб медиҳад. барои ба автобус дигар часпондан омодагӣ мебинад. Албатта. аллакай ҷо автобус тайёр аст? Аллакай ин автобус тайёр аст, вале ба пуррагӣ не қисмҳои дарунаи онро мешавад дохилаш шуда. албатта қисмҳои дарунаи онро айни замон насб карда истоданд. Чӣ дорад? аллакай инҷо бояд масалан чароғҳои автобус масалан агар бо дохилаш вуруд шавем мебинед ки қисмати ин шишаҳо нест дар пеш ҷойҳои нишастро насб карда истоданд. ин истеҳсол марҳила ба марҳила мегузарад. аллакай қариб ки омода аст? қисмати асосии аллакай насб шудааст ва онҳо марҳила ба марҳила ҳар як қисмат насб шуда рафта истоданд. воқеан хеле ҷолиб мешавад. ҳар ҷо корҳои махсуси худро дорад ки дар ин ҷо як кори махсус иҷро мегардад ва баъд аз он пеш омада бо дигар кори махсус иҷро мегардад. инҷо аллакай тайёр аст автобус? инҷо аллакай мебинед ки чароғакҳо насб шуданд, аллакай қариб ба пуррагӣ омода аст. мебинед ҷои нишаст ҳамаш ба пуррагӣ насб шуданд. вақте ки гуфтед дар 3-4 соат ино хуба мегиранд, чӣ қадар масофаро тай мекунанд? иқтидори ҳаракати ин электробусҳо то 300 километрро ташкил медиҳад. ҷоҳое ки бояд инҳо масалан қувва бигиранд, дар куҷоҳои шаҳр насб карда мешавад? айни замон мо дар ҳудуди корхонаи воҳиди давлатӣ корхонаи коммуналии воҳиди давлатии автобус 1 якумин нуқтаи таъмини барқ сохта шудааст, бунёд шуда истодааст ки он барои якум марҳила электробусҳо ки 30 адад ҳастанд барои таъмини барқи онҳо насб мешаванд. чӣ нарафтаанд? ба истифодаи умум нарафтаанд? ин автобусҳо ба истифода рафтан ҳастанд. ин автобусҳо тибқи нақша то охири сола ба истифода супорда мешаванд. дар умуман сохтани як автобус чӣ қадар рӯзро талаб мекунад? иқтидори истеҳсоли мо дар як сол дар як вақт 350 адад автобусҳо ташкил медиҳад ки агар ҳисоб кунем мо зиёда аз як автобус дар як рӯз истеҳсол карда метавонем. яъне аллакай то охири сол мардуми шаҳр метавонанд ки аз ҳамин автобусҳои барқӣ ба роҳат истифода баранд. албатта ҳам барои тоза кардани ҳавои шаҳр, ҳам барои сарфа кардани сӯзишворӣ ва ҳам хеле қулай аст. хараҷоти хеле кам дорад. хеле қулай аст, беовоз аст ки ин барои сафари ба роҳати мусофирон мусоидат мекунад. дигараш ин аст ки бисёр автобуси ба роҳат аст, фарши он паст мебошад ва барои даромадан фаромадани мусофирон дохил равем. аллакай ин автобусе ҳаст ки ба пуррагӣ тайёр шудааст. фақат ин ки аз санҷиши техникӣ нагузаштааст. албатта инро аввал дар ин ҷо охирон санҷиш мегузарад ба пуррагӣ. вақте ки аз охирон санҷиш гузашт иҷозат не ин хати санҷиши охирон аст. баъд аз ин санҷиш ба тест-драйв ба роҳ мебарад ва мебинад ҳаракатро дар роҳ мебинад ки чӣ хел аст чӣ хел нест, агар бояд ягон камбудӣ бошад ё набошад. боз баъди он як санҷиши дигар гузаронда мешавад, баъд аз он ба истифода омода мешавад. барнома чӣ гуна аст дар соли оянда? яъне шумо бояд ки то охири соли 2023 30 автобусро ба ҷодаҳои шаҳр бароред. хуб дар соли 2024 чӣ барнома доред? ин вобаста ба қарори ҳукумати шаҳри Душанбе мебошад ки онҳо чӣ қадар фармоиш медиҳанд. бинобар фармоиши онҳо мо истеҳсолро омода кардем. бояд дар бораи ҳамин энергияи сабз каме барои мо бигӯед, чун энергияи сабз, иқтисоди сабз имрӯз дар замоне ҳастем ки технология рушд мекунад ва метавонад ки рушди зиёди технология ба табиати инсон халал ворид кунад. ҳавои шаҳрро, ҳавои ҷодаҳоро, умуман ҳаворо масалан олуда гардонад. вале рӯи кор омадани ҳамин гуна автобусҳои барқӣ то чӣ андоза метавонад ки барои ҳифзи табиати мо, барои тоза нигоҳ доштани ҳаво кӯмак расонад? агар нигоҳ кунем дар соли 2018 дар шаҳри Душанбе як омӯзиш гузаронида шуда буд аз ҷониби Бонки рушди Осиё
که در آن قید کرده شده بود که 10% فضای هوای شهر رو اتوبوس ها آلوده میکنند. از همین حساب اگر ما تنها اتوبوس ها رو با نقلیات برقی گذارونیم، البته ما 10% هوا رو بهتر میکنیم، توزیع میکنیم. و در برابر این هست میکرو اتوبوس، هست تاکسی و هست نقلیات دیگر، جمعیتی که برای خود انسان هست نقلیات خصوصی برای استفاده خود که شهروندان استفاده میبرند. اگر اینها نیز با نقلیات برقی گذارند، فضای هوای دوشنبه خیلی بهتر میشه. من میخواستم راجع به نقشه های آینده تون برای ما حرف زنید. عموما کارخانه شما برای استحصال اتوبوس ها باز چه نقشه ها داره؟ تا جایی که میدونم اینجا اتوبوس های دوآشانه هم استحصال میکرده. هست نقشه که میگونه اتوبوس های برقی دوآشانه روی کار بیاره؟ این وابسته به فرمایشگر است و طبق فرمایش ما میتوانیم این مسئله رو طرح‌ریزی کنیم برای آینده. ولی این زمان ما دوآشانه برقی طرح‌ریزی شدگی نیست. برای اقتدارش رو داره. ما میتوانیم برای آینده این رو طرح‌ریزی کنیم و با استحصال براه مونیم. و طبق نقشه های آینده شهر دوشنبه با نقشه گرفته است که اتوبوس های دیزلی شهر دوشنبه رو مرحله به مرحله با اتوبوس های برقی عوض نمایند. و وابسته به این ما کوشش میکنیم که اتوبوس ها رو با صفت بلند استحصال کرده و برای شهر دوشنبه تامین کنیم. امکان هست که اون اتوبوس های دیزلی رو، این سوالی کمتر غیر مقرری است، اتوبوس های دیزلی رو به اتوبوس های برقی تبدیل داد در وقت کار کرد یا که امکان نداره؟ این امکانیت هست ولی برای خراجات بیشتر میشه. خراجاتش بیشتر میشه و قسمت بالای اتوبوس برقی نسبت به اتوبوس دیزلی بقوتر است. از حسابی که باتری ها در قسمت بالای اتوبوس نصب شدن، از همین حساب قسمت بالای اتوبوس دیگرگون است، کمتر دیگر شکل است. از همین حساب آن بقوتر میباشد و برای دیزلی رو به اتوبوس برقی مبادل گرداندن این خراجات زیاد است و برای این رو مبادل گرداندن باید آزمایش گذارونیم، آموزش گذارونیم. بله. ولی مهم آن است که خودش از نو، از صفر، البته این علاقه خودش برای صفتش، استانداردهایش برای فقط نقلیات برقی، برای اتوبوس برقی پیش بینی شده است. همون نقشه داشتگی برای همین حجمش، نقشه داشتگی و قسم احتیاطی که ما استفاده می‌بریم این پورا به همین اتوبوس تعلق داره. نقشه‌اش رو چگونه می‌کنه؟ در چند وقت این برنامه‌اش رو مثلا این نقشه رو ما کارکرد می‌کنن؟ در همبستگی با شرکت مشترک شریکامون کار می‌کنیم و نقشه در جمهوری ترکیه تصدیق میشه و آزمایش آنها در اسپانیا میگذره. بله. در جمهوری ترکیه نیست میگونه اتوبوس ها استحصال میشه؟ البته در جمهوری ترکیه با یک زاود در جمهوری ترکیه است و یک زاود در جمهوری تاجیکستان. حالا بازار داخلی خودمون نیاز به این گونه البته ما فقط برای شهر دوشنبه اتوبوس استحصال کردیم و 41 عدد برای شهر بختر و دیگر شهر و ناحیه‌های کشورمون اتوبوس استحصال نکردیم. خب خاصه وقتی که اتوبوس‌های برقی بیشتر می‌شود فکر می‌کنم که یک چند سال دیگر لازم است که بازاری داخلی کشور را تامین کرد با اون گونه اتوبوس‌ها. طبق نقشه حکومت جمهوری حکومت شهر دوشنبه تا سال 2028 برای گزارش به نقلیات برقی است، نقلیات جمعیتی برقی است و از همین حساب تا سال 2028 ما مرحله به مرحله اتوبوس‌های شهر دوشنبه رو با اتوبوس‌های الکتریکی عوض می‌کنیم. واقعا من فکر می‌کنم که علاقه متخصصان ما متخصصان ورزیده هستند، اونها علاقه تجربه چندین ساله کاری در این سمت دارند و برای رشد اتوبوس‌ها، برای بیشتر استحصال شدن اتوبوس‌های برقی حتما که سهمی ارزنده می‌گذارند و شهری ما رو با این گونه اتوبوس‌های زیبا پر می‌کنند.
تشکر که امروز در این برنامه ما را همراهی کردید و واقعا ما شاد شدیم که امروز اومدیم از جریان استحصالات از اتوبوس‌های برقی دیدن کردیم و مطمئنم که این برنامه برای بیننده نیز پسند آمد. دوستان عزیز، همینجا به انتهای برنامه امروز میگویند که رسیدیم. یادآور میشم که ما این برنامه رو از شرکت اکی هایوست پیشنهاد شما کردیم و درباره اتوبوس‌های برقی برای شما معلومات دادیم. حتما بعد از چند ماه همین گونه اتوبوس‌های زیبا در جاده‌های شهر حرکت خواهد کرد. برنامه میگویند که بود تا دیدار دیگر خیر.